ای نفرانی که پروا ندارید، چون مادر پدر براتان هست. آیا خبر دارید هزارها هستند که میگویند چیزی بگو که دلم تسکین بیابد. باری دیگر تکرار میکنم قصه چارلی چاپلین را. وقتی خواب نمیکرد بعد مادرش میگفت که بچه‌ام چه آرزو داری؟ میگفت میخواهم ماشینچه، میخواهم دوچرخه، میخواهم مرا به پارک برید. هر آرزوی بازیچه و چیزی داشت. بعد میگفت خواب کن بچه‌ام، خواب که کردی همین چیزها رو برایت میگیرم. بعداً بزرگ شد، مادرش از عالم گذشت. شب از شبها خواب دید چارلی چاپلین. مادر نزدش آمد، گفت بچه‌ام هنوز همان آرزوهایت هست؟ یعنی حالا هم همون آرزوهایی که ماشینچه و چی ها داشتی هست؟ بعد میگفت گریان شدم گفتم نه مادر، اکنون آرزو دارم که شما برام باشید. با این گپش چی گفتنی است؟ اون چی داریم قدرش نمی کنیم، اون چی که نیست آرزوش میکنیم. زمان مادر برش بود آرزوی بازیچه و دیگر چی ها میکرد. وقتی بزرگ شد صاحب بازیچه و پول و مال و دیگر چی شد، اما دیگر مادر رفت. میدونید مادر ابدی نیست. رفتن مادر بسیار یک مصیبتی سخت است، بسیار است و از این گریخته نمیتوانید. کسی نباشیم همه این روز را آمادگی بجوید. این روز بسری همه ما می آید. ای صاحب کاران، ای بیزنسمن ها، ای رئیس ها، در هر کجا حرف میزنیم آبی دیده میکنید، مادر یاد میکنید. اما بیشتر میبینیم که از سبب سیرکاری وقت ندارن به دیدن پدر و مادر روان، بعد از سرشان چی کارها نمیکنن. یک وی دیگه هم یادم آمد، همین در هر کجا پدر مادر هست، تا همه بی بابا بودن یا داشته باشه، همه در همه خانه جمع می شدن، فرزندها جمع شدن. بعد پس از گذشت پدر و مادر دیگر آن خانه کم جمع می شدن. دیگر همه از پس زندگیش می شد، دیگر همه پراکنده می شوند، همه فرزندها پراکنده می شوند. برای همین هوا می شنوید گرید زنگ زنید، بگید که مادر شما پگاه کجا هستید؟ من یک شما را تماشا ببرم. مادر شما کجا هستید؟ من روم نزدتان. به خدا پشیمان میشوید. از تجربه آن گپ میزنم که هزارها نزد ما میگویند که برای ما چیزی بگو تا دلمان تسکین شود، یا بیشتر میگن که یک فیلم نامه بسازیم درباره مادرم، به اون خاطری که اکنون دیگر مادرشان نیست برشان. یاد میکنن زیغ شدن.